همراه کشور اقتصاد بزرگ چین داریم، الحمدلله هیچ مشکلی نیست. ما با 80 کشور دنیا داد و ستود داریم، صادرات داریم، الحمدلله هیچ مشکلی نیست. تحرکی که در افغانستان آمده، تحرک اقتصادی، به خاطر منفعت کشور، به خاطر منفعت زارعین ما، به خاطر منفعت سکتور خصوصی ما، هیچ وقت انشاءالله به امید پروردگار مسئولین از این باز نمیمانند، تحرک خود متوقف نمیسازند. یک را باز بسته میشه، صدها رای دیگر خداوند برای ما باز میسازد. جمهوری اسلامی اختیارات کلیه که به والی صاحب محترم سیستان و بلوچستان داده بود، توافقات خوب صورت گرفت. ما منوت جلسه را در 33 ماده همراهشان امضا کردیم. با امید خدا، با امید پروردگار، یک ترانسپورت خیلی فعال می داشته باشم در راه چابهار. راه چابهار نه تنها برای ماست، راه چابهار ترانزیت تماما کشورهای آسیای میانه است، حتی تا روسیه. و اراده ای که از در دو طرف وجود داره، ما می خواهیم که راه ترانزیتی و تجارتی چابهار و میلک یک راه بین المللی و یک دهلیز